درود بر شما، من محمدم. اینجا کارمزده و من اینجا راجع به سیستم بانکی و مسائل مالی توی کانادا صحبت میکنم. حساب دومی که امروز میخوام راجع بهش صحبت کنم حساب RRSP هستش یا همون حساب پس‌انداز بازنشستگی. همونطور که از اسم این حساب مشخص هست، هدف اصلی از افتتاح یک همچین حسابی پس‌انداز کردن پول واسه دوران بازنشستگیمون هستش. که 3 تا خصوصیت داره این حساب که به ما کمک میکنه که در راه و مسیر پس‌انداز پول واسه بازنشستگی هم پولمون خیلی سریعتر در واقع رشد بکنه، هم رشد اولیه بیشتری داشته باشه. خصوصیت اولی که این حساب داره این هستش که کانتریبیوشن به این حساب تکس دیداکتیبل هستش. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما اگر که در سال گذشته $100,000 درآمد داشتی و به هر دلیلی بخوای $10,000 بذاری کنار واسه دوران بازنشستگی توی این حساب، دولت میگه فلانی من فرض میکنم که تو اصلا اون $10,000 درآمد تو نبوده و روی همون $90,000 که باقی میمونه میام تکس اون سالتو میبندم. اتفاقی که میفته چی هستش؟ اتفاقی که میفته این هستش که شما به فرض مثال اگر که براکت تکسیتون 30% باشه، اون 10,000 تای آخر اگر قرار بود که $3,000 واسش تکس بدین، اون $3,000 رو تکس رو نمیدین امسال و بعدها که بازنشسته شدین که دیگه اینکامتون صفر شد، اون موقع که بخواید به این $10,000 دسترسی پیدا بکنین با اینکام صفر، این $10,000 اینکام توی یک براکت به فرض مثال 15% قرار میگیره. یعنی شما به جای اینکه بیاین توی سال 2024 $3,000 تکس اون $10,000 رو بدین، توی سال 2054 صرفاً $1,500 تکس میدین. حالا این خودش جدا، اینکه شما مقدار تکسی که سال 2054 دادین جدا، ارزش دلار توی اون سال قطعاً خیلی پایین‌تر اومده نسبت به امسال به خاطر نرخ تورم. یعنی اگر شما می‌خواستین 2054 $1,500 تکس بدین، ارزشی که $1,500 توی سال 2054 داره مثل ارزش $800 مثلا 2024. یعنی به جای اینکه امسال $3,000 تکس دادین، انگار که دارین $800 تکس میدین و این تکس رو هم 30 سال بعد میدین، نه الان. سوال: من اگه در طول سال پیچک به پیچک ازم در واقع پولی به عنوان مالیات کسر شده، حالا بیام پولی رو واریز بکنم به RRSP، چجوری این تکس بهم برمیگرده؟ آخر سال که میریم پیش حسابدار که تکستون فایل بکنین، اون مؤسسه مالی که شما در واقع حساب RRSP تون رو پیشش دارید و پولی رو حالا واریز کردید، میاد یک رسیدی به شما میده که نشون میده که شما انقدر واریز داشتید به RRSP که آخر سال میبرید پیش حسابداری که در واقع تکستون رو فایل میکنه و اون حسابدار میاد محاسبه میکنه که روی این مقداری که شما کانتریبیوت کردین انقدر مثلا تکس نباید میدادین که تحت عنوان تکس ریفاند آخر سال بهتون برمیگرده. اگر هم همه تکساتون رو یه باره آخر سال در واقع پرداخت میکنین که با همون رسیده میاد در واقع از اینکام شما کم میکنه و حسابدار محاسباتش رو در واقع انجام میده. این نکته اولی که این حساب داره. خصوصیت دومی که این حساب داره که برگرفته از همین خصوصیت اول هستش چیه؟ این هستش که شما وقتی این $10,000 رو حالا شروع می‌کنین به در واقع سرمایه گذاری واسه 30 سال بعد که ازش استفاده بکنین، اگر که پولتون رو توی RRSP نگذاشته باشین، خب 30% میشه تکس و صرفا برای شما $7,000 میمونه دیگه. 3,000 تاش میره برای تکس که شما وقتی که تکس کمتری روی اون پول داده باشین، یعنی با همون 10,000 تا شروع کرده باشین، اگه مثلا به صورت متوسط سالی 5% به پولتون اضافه شده باشه، بعد از 30 سال چیزی نزدیک به $33,000 سود اون $10,000 بوده که اول سرمایه گذاری کردین و بعد از 30 سال چیزی نزدیک به $43,000 پول خواهید داشت. در صورتی که اگه همین سرمایه گذاری رو با 7,000 تا شروع می‌کردین، بعد از 30 سال چیزی نزدیک به $23,000 به پولتون اضافه می‌شد. یعنی در کل $30,000 تا داشت. یعنی ندادن تکس روی اون اینکام کمک کرد که ارزش اولیه سرمایه شما بیشتر باشه و این سود بیشتری رو در طول سالیان. خصوصیت سومی که این حساب داره این هستش که در طی این 30 سال سرمایه شما رو معاف میکنه از همه الزامات مالیاتی. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما اگر که بیاین این پول رو توی یک حسابی بذارین که RRSP نباشه و بخوایم رشدش بدیم واسه 30 سال، هر سالی که این پول دیویدند اینکامی داشته باشه، اینترستی به شما پرداخت کرده باشه، حتی اگر شما بخواید این درآمدها رو دوباره ری اینوست بکنین که اون پول دوباره رشد پیدا بکنه، روی این درآمدها شما باید مالیات بدین. ولی اگه همین اتفاق توی RRSP بیفته، هیچ کدوم از این درآمدهایی که در طی 30 سال اتفاق میفته واسه شما الزامات مالیاتی رو به همراه نداره. پس در طی این 30 سال هیچ چیزی از اون درآمدهایی که توی این سرمایه گذاری نصیب شما میشه دوباره چیزی ازش کم نمیشه و تکس روش پرداخت نمیشه. خیلی خلاصه اگه بخوام این 3 تا خصوصیت رو یه بار دیگه نام ببرم، در وهله اول شما تکس کمتری به گاورمنت میدین روی درآمدی که داشتین. در وهله دوم ارزش اولیه سرمایه بیشتری خواهید داشت و این باعث میشه که در دراز مدت سود خیلی بیشتری رو پولتون اومده باشه. و در وهله سوم در طی این 30 سال هم
چیزی از پول شما کم نمیشه. از اینکامی که روی اون سرمایه گذاری به دست میارین دیگه روش مالیاتی در واقع به دولت نمیده. این سه تا خصوصیت باعث میشن که این حساب ارجحیت داشته باشه وقتی که شما میخواین پول بذارین کنار واسه دوران بازنشستگی. نکاتی که در مورد این حساب وجود داره این هستش که مقدار پولی که میتونین بریزین توی این حساب محدود هستش. یعنی شما اگر امسال 3000 تا درآمد داشتین نمیتونین همه‌شو بذارین توی RSP بگین آقا من همه پولم گذاشتم RSP من درآمدم صفر بود. خیر، هر سال دولت میاد یک ماکسیمم لیمیت رو تعیین میکنه واسه کانتریبیوشن به RSP و این مقایسه میشه با 18% اینکام شما واسه اون سال. هر کدوم از این اعداد کمتر بود اون میشه کانتریبیوشن لیمیت شما به حساب RSP. از کجا بفهمیم چقدر کانتریبیوشن روم داریم واسه RSP؟ یکی این که بعد از اینکه هر سال تکستون رو پر میکنین یک داکیومنتی به شما داده میشه به اسم نولز اف اسسمنت که توی اون داکیومنت میتونین پیدا بکنین کانتریبیوشن روم سال بعدتون رو واسه RSP. راه دوم این هستش که برین توی حساب CRA تون و اونجا ببینین که لیمیت RSP سال بعدتون در واقع چقدر بوده. یه نکته دیگه این که تا $2000 میتونین کانتریبیوشن اضافی داشته باشین به RSP تون بدون اینکه جریمه بشین. یعنی اینکه آقا مثلا میگم شما اگر امسال کانتریبیوشن روم RSP تون $10,000 بوده شما تا $12,000 میتونین کانتریبیوشن داشته باشین بدون اینکه جای جریمه بشین. ولی از این 12000 تا به بعد هر $1 که اضافه کانتریبیوت بکنین به RSP تون هر ماه 1% از اون پول رو جریمه میشین تا وقتی که پولتون رو از اون حساب بکشین بیرون و مقدار پولی که کانتریبیوت کردین به RSP تون رو بیارین زیر حدی که شما مجاز بودین. نکته بعدی که وجود داره این هستش که بعضی از کارفرماها در طول سال میان از طرف شما پول پس‌انداز میکنن واسه این حساب RSP شما که این رو باید لحاظ بکنین توی محاسبات لیمیت کانتریبیوشن RSP تون. یعنی اگه $12000 لیمیت داشته باشین 1000 تا کارفرماتون کانتریبیوت کرده باشه شما صرفا 11000 تا در واقع براتون میمونه که کانتریبیوت کنید. نکته آخرم این هستش که RSP کانتریبیوشن رومش یک بار است. یعنی شما اگر $20000 کانتریبیوت کردید به RSP و رومتون مثلا $100,000 بود و به هر دلیلی این $20000 رو برداشتین از این به بعد رومتون $80,000 تا وقتی که حالا سالهای بعدی باز بشه. ولی این $20000 که شما برداشتین رو دیگه هیچ وقت نمیتونین دوباره به عنوان کانتریبیوشن توی RSP تون در واقع قرار بدید. بحث دیگه که میخوام راجعش صحبت کنم بحث دسترسی شما به پولی هستش که دارید میذارید توی این حساب RSP. سه حالت وجود داره که شما میتونید به پولتون دسترسی. در وهله اول حالتیه که شما به بنبست خوردین به هر دلیلی نیاز مالی دارین و پولی که داشتین میذاشتین برای بازنشستگیتون رو الان میخواین ازش استفاده بکنید که میرین پیش همون بانک یا مؤسسه مالی که حسابتون رو باز کردین میگین آقا من میخوام از حساب RSP پول بردارم. اون پول میشه اینکام اون سالتون. سالی که کانتریبیوت کردین اینکام اون سالتون تعلق نگرفت بهش ولی امسال چون داره پول بهتون میرسه جزء اینکامتون قرار میگیره و بعد اون سال روی این پولی که از RSP برمی‌دارین تکس بدین. مثلا اگه $10,000 دارین برمی‌دارین بانک میگه فلانی من که نمیدونم تو بعد چقدر روی این تکس بدی. به صورت پیش‌فرض میاد یک تکسی رو از شما میگیره 10%، 20%، 30% بستگی به اینکه چقدر بخواید پول بردارید و آخر سال که رفتیم پیش حسابدار اونجایی که تکساتون رو فایل میکنید بهش میگین که فلانی من یه $10,000 هم از حسابم برداشتم که حالا محاسبه میشه براتون که اون پولی که بانک ازتون گرفته زیاد از حد بوده یا کمتر از حد بوده که بالانس میشه آخر سال تحت تکس ریفاند یا حالا تکسی که بعد به دولت دوباره بده. حالت دومی که به شما اجازه دسترسی به حساب RSP تون میده Lifelong Learning Program هستش که شما میتونید در جهت ادویکیشنتون تا سالیانه $10,000 و ماکسیموم $20,000 از حساب RSP تون پول قرض بگیرین و صرفاً طی یک دوره 10 ساله این پول رو برگردونین سر جا. اتفاقی که داره میفته این هستش که شما انگار پولی که واسه تویشن ادویکیشنتون صرف کردین رو روش تکسی نداده بودین. حالت سومی که شما به پولتون دسترسی خواهید داشت هوم بایرز پلان هستش که به شما اجازه میده پولی رو که دارین واسه بازنشستگی میذارین کنار تا ماکسیموم 35,000 تا که از امسال به بعد قرار بشه 60,000 تا از RSP تون قرض بگیرین واسه خرید اولین خونه‌تون توی کانادا و توی یک مدت 15 ساله دوباره پولا رو البته باید برگردونین سر جاش. انگار که خودتون از خودتون یک وامی رو در واقع میگیرین که این وامه هیچ بهره‌ای نداره. در وهله اول هم روی اون پولی که از خودتون قرض گرفتین به کسی تکسی ندادین که حالا راجع به این قضیه یک حساب دیگه هم وجود داره به اسم FHSA که من توی قسمت بعدی سعی می‌کنم اون رو توضیح بدم و ترکیبی از FHSA و هوم بایرز پلان توی RSP به شما کمک میکنه که خیلی سریع‌تر و با تکس خیلی کمتری بتونید در واقع اون داون پیمنت خونه‌تون رو سیو بکنید و بتونید اولین خونه‌تون رو در واقع خریداری بکنید. خیلی متشکرم که تماشا کردین. اگر که سوالی دارین میتونین کامنت کنین و من سعی میکنم که جواب بدم و سعی کنین که پیج رو به دوستاتون معرفی کنین. روزتون بخیر.